بسیاری مردم ها را مرتد می‌سازن، عدم فهم نواقض ایمان. من پیشنهادم براتون از برادرای محترم، هر عالمی که نواقض ایمان را درس داده، اینو باید خوب، هر کتابی را که پیدا کنید درباره نواقض ایمان، نواقض اسلام، اینو باید بخونید. چرا که مثلا 10 نواقض ایمان است. نواقض ایمان یعنی شکننده های ایمان. ما مثلا در فقه که میخوانیم به نام نواقض وضو میخوانیم، نواقض غسل میخوانیم. اینا نواقض وضو، نواقض وضویت شکست سیز نه، نماز هم خواندی، در روز قیامت خیستی، الله برات گفت که تو به نماز خواند، به وضو خواندی، میگه پروردگار من نفهمیدم، عفو میشی. اما اگر ایمان این قسم که وضو میشکنه، ایمان هم میشکنه. 10 چیز است که ایمان چی میکنه؟ میشکنه. از این خاطر بسیاری کسایی که مرتد میشن علتش است که همین نواقض ایمان نمیفهمه. خوب پخته کافر است، نمیفهمه که ما کافر شدیم. و این نواقض ایمان بسیار استادا درس دادن. ایره هر کلیپ یافتین، هر کتاب یافتین، یک مرور سعی بکنین و همین 10 تا را نواقض اول بخون. من هستم؟ نه نیستم. یک روز من می کباری کتاب خواندم، باز گفتم میخوانم، خب کبیری اول فلانی، برو شکر من نیستم، کبیری دوم من نیستم، در کبیری سوم نیستم، در اون کبیری که مبتلا هستی او ولدین خوا مبتلا هستم، باید از این توبه بکنم.